سلام میگم به دوستان عزیزی رادیو آزادی، با همه اونهایی که این لحظه ها ما رو تماشا دارند. شاوه گلخوجه هستم که از دفتر مرکزی بخش تاجیکی رادیو آزادی از شهر پراگ شما رو همراهی میکنم. ساعت به وقت ما 10:01 است و سپاس از یکایک شما دوستان که برای تماشا رادیو آزادی رو انتخاب میکنید و هر فی سرخط خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان با ما هستید و من در پخش مستقیم به سلام های شما جواب گفتن نمیتونم. از این خاطر از همینجا برای شما درود میفرستم و تشکر میگم که برای ما سخنان خوب میگید. خب همراه با شما حالا میبینیم که در تاجیکستان و جهان چی میگذرد. فراموش نکنید اون خبر و گزارشایی که حالا من برای شما میگم، برخی از آنها رو ما به طور مفصل بعداً در برنامه خبری رادیو آزادی که بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم تقدیم شما می شود، ما با تفصیل برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. پرونده دلاور گولوف سیری عنوان شد. قضیه پسر گل شیرالی سابق وزیر انرژتیکا را که در لط و کوب یک کارمند پلیس گمانبر می شود تفتیش دارند، اما هنوز رسانه‌ای نمی کنند. امروز در این باره در پروکراتورای گنرالی تاجیکستان در نشست خبری صحبت کردند. حرفهای بیشتر از این را شما در برنامه خبری می توانید ببینید و بشنوید و همچنین باید بگویم که یکی از موضوعهای دیگری داغ مربوط به شکنجه است که در پروکراتورای گنرالی در این باره نیز اظهار نظر کردند و آمار نوی را هم برای خبرنگاران گفتند. همکاری که خوب شد گاز نیز فراوان می شود. شروع از بهار امسال بیش از 10 کارخانه صنعتی تاجیکستان فعالیت خود را با گاز طبیعی ازبکستان به راه ماندند. انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان سال 2012 در عهد رئیس جمهوری سابق اسلام کریمов قطع شده بود و بر اساس اطلاع منابع حکومتی هر 1000 متر کوب گاز ازبکستان حالا $120 قیمت دارد. چرا این موضوع را شما میتوانید در برنامه خبری تماشا کنید. موج تنقید از سوی دوستان و منتقدان پرزیدنت آمریکا به خاطر موقعی به گفته آنها ضعیف او در مقابل ولادیمیر پوتین. روزی گذشته بعد ملاقات 1 به 1 در هلسینکی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین به سوال خبرنگاران پاسخ دادند. در پی این حتی رئیس مجلس نمایندگان کنگره پول رایان گفته است بار دیگر زیر شبهه گذاشتن خلاصه وزارت عدلیه در مورد دخالت روسیه به انتخابات پرزیدنتی آمریکا غلط بود. در همین حال یک زن روس را به اتهام فعالیت‌های جاسوسی برای حکومت روسیه در آمریکا بازداشت کرده. این زن 29 ساله به آن متهم می شود که تلاش داشت با سیاستمداران و نهادهای محافظه‌کار آمریکا تماس برقرار کند. ماریا بوتینا دانشجوی بخش مناسبت‌های بین‌المللی در دانشگاه واشنگتن بوده است. مقام‌های داستانی آمریکا گفتند که این جوان زن در واشنگتن زندگی میکند و روزی 15 ایول بازداشت شده و تا روزی 18 ایول که نخستین نشست دادگاهی برگزار میگردد در زندان خواهد بود. جزای مأموری برای وارد شدن به میدان فوتبال دادگاه شهر مسکو دیروز حکم خود را در نسبت 4 فعال گروه پوسی رایات اعلان نمود. اعضای این گروه اگر شما در یاد داشته باشید روز یکشنبه به هنگام بازی فینالی میان دسته‌های فوتبال فرانسه و خرواتیا به میدان درآمدند و به جریان بازی خلل رساندند. حکم دادگاه از چه قرار است در برنامه خواهید فهمید. ضمن نواری این اعضای گروه که در میدان فوتبال بودند یکی از نوارهای پربیننده در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی است و شما نیز میتوانید وارد شوید و آن را ببینید. 80% مردم در تاجیکستان نسبت به معلولان احساس دلسوزی و رحم و شفقت دارند. احساسی که افراد معلول دوستش نمیدارند و میخواهند چون یک فرد کامل حقوق جامعه قبول شوند. این نتیجه یک پژوهش است که اخیراً انجام شده است برای تغییر دادن افکار و نگاه جامعه به افراد دارای امکانات‌های محدود در تاجیکستان چی اقدامی را روی دست گرفتند یکی از دیگر موضوعهای ماست. بیننده عزیز، البته این آخری کار نیست و گزارش‌های زیاد داریم که حالا همکاران ما آن را پیگیری دارند و تا شروع برنامه خبری آن را من برای شما چالوی گلخوجه تقدیمتون میکنم. به بار دیگر سپاس میگویم به یکایک شما که شما با رادیو آزادی همکاری تنگ دارید، ویدیوهای جالب را میفرستید و واقعا برخی از این ویدیوهای شما که خیلی جالب هستند بیننده های زیادی خود را در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب
пайдо карданд ва барои ҳамин ҳам аз ҳар яки шумо мо даъват мекунем ки фаъол бошед. ҳар хабареро ки дидед ё ҳар як ҳодисаеро ки дидед ва фикр мекунед барои шумо ҷолиб аст ва барои бинандаи дигар низ метавонад ҷолиб бошад, пас фикр накунед ва барои мо бифиристед ва мо ҳатман тасмим мегирем ки онро бо дигарон дар миён бигзорем ё не. бори дигар аз ҳамроҳиятон сипосгузорам ва ташаккур мегӯям ки моро танҳо намегузоред, барои мо ҳарфҳои хуб мегӯед. мо ҳар яки шуморо дӯст медорем ва ҳамин меҳру муҳаббати шумо аст, дӯстони азиз, ки мо бо як дилгармӣ ба кори худ оғоз мекунем ва кӯшиш мекунем ҳама рӯза дар пайгирии хабарҳои муҳим ва расондани ин хабарҳо барои шумо фаъол бошем.